اینستاگرام ازتون پرسیده بودم آیا خاطره یا تجربه ترسناکی دارید یا نه. چند نفر واسم فرستادید و موهای تنم سیخ شد موقع خوندنشون. یکیشو میخوام اینجا واسه شما هم بخونم. این قضیه رو من از دوست نزدیکم شنیدم. چند سال پیش دایش یه خونه خرید. خونه بزرگ بود، تقریبا تازه ساز بود، با حیاط و زیرزمین و اینا. اما با توجه به شرایطش دایی خیلی ارزون خریده بودش. شب اول اساس کشی وسایل بردن و روی هم تلمبار کردن. و دایی دوستم بهش گفتش که تو شب اینجا بخواب، منم میرم فردا بقیه کارا رو میکنم و خانواده‌مو برمی‌دارم میایم اینجا. این دوست منم اوج جوونیش بوده و نامردی نمیکنه و زنگ میزنه، همه دوستاش میان اونجا دور همی میگیرن. ساعت حدود 2 نصف شب بود که متوجه میشم صدای سوت و سار وات صدای عروسی میاد. سوروسات. اینم اولش توجهی نمیکنن چون به هر حال عجیبم نبوده، ولی حتی صدای دعوا هم میومده توی اون خوشحالیا. انقدر ادامه پیدا میکنه که دیگه کم کم نزدیک صبح بوده و هنوز صداقت نشده بوده. دوستم چند باری میره تو کوچه تا ببینه کدوم یکی از همسایه‌ها عروسی گرفتن، ولی خب چیزی متوجه نمیشه. با خودش فکر میکنه شاید صدا از کوچه‌های پشتی میاد، اما منطقش اجازه نمیداد اینو بپذیره چون صدا خیلی نزدیک بوده. به هر حال زیاد اهمیت نمیدن چون کاری هم از دستشون بر نمیاد و سعی میکنن بخوابن. ولی همین که سرشون رو میذارن رو بالشت، یه صدا مثل انفجار همشون رو شوکه میکنه. با استرس این ور اون ور نگاه میکنن، میبینن شیشه بزرگ سمت حیاط ترکیده و کل خونه شده شیشه خورده. اولش فکر میکنن شاید یکی از توی کوچه سنگ چیزی پرت کرده. بدو میرن سمت کوچه، میبینن هیچ کس اونجا نیست و سکوت مطلقه. حتی صدای دویدن یا فرار کردن کسی هم نمیومده. سکوت مطلق. تو همین تنشا متوجه میشن که صدای عروسی هم قطع شده. باز هم کاری از دستشون بر نمیومده و دوباره میرن که بخوابن. فرداش میشه دوستاشو میفرسته برن و بعد از ظهر همون روز داییه با یه قیافه پکر میاد تو. دوستم ازش میپرسه چی شده و چرا انقدر پکری، که داییم شروع میکنه به تعریف کردن. دایه داشته میگفته که این خونه قبلا یه صاحب داشته که دخترش از یه پسر خوشش میومده، ولی باباه به هیچ عنوان اجازه نداده با اون ازدواج کنه و خودش زورکی به یکی دیگه شوهرش داده. میگذره و اینا عروسی میگیرن تو حیاط همین خونه. آخرای عروسی کلی بحث و دعوا و اینجور چیزا پیش میاد و دختره میره توی زیرزمین خونه و خودشو آتیش میزنه. بعد از این ماجرا هم هر کسی که میاد این خونه رو بخره توی یه مدت خیلی کوتاهی پشیمون میشه. همون روز دایشینا تمام وسایلی که آورده بودن رو جمع میکنن و میدارن میبرن. و دوستم میگه هنوزم وقتی به این فکر میکنم که یک شب کامل توی اون خونه بودم دست و پام میلرزه. مرسی از این داستانت آقای رضا. لینک اینستاگرامم بالای کانال هست. شما هم اگه داستان یا تجربه ترسناکی دارید برام بفرستیدش توی اینستاگرام، من میام اینجا تعریفش میکنم. تا ویدیو بعد.